من ننه خدا بیامرزم یک عمر قالی باف. من با قالی بزرگ شدم، با قالی. منو داری دست میدازی؟ میخندی؟ الان کودک ما صبح از خواب بیدار میشه به من میگوید صبح بخیر مامی، صبح بخیر پاپی. کسی به پدر من جرأت داشت بگوید صبح بخیر پاپی؟ ابوی بنده در خلا مسترا میرفت 10 دقیقه یک روبی که میشست 15 تا الی 20 تا سلفه ول میداد. ما همون سلفه ابوی را در مقام صبح بخیر و پول تو جیبی میپذیرفتیم. ای مردم میگم خیلی زنین، اینم برای خانوما میگم، خانوما زنن، آقایون مردن. در ژاپن دارن اینترنت 6G رو تست میکنن. ما هنوز لب پنجره تیریجیم، وسط خونه ایم، چو دستشویی هم پیغام میده اینجا جاش نیست. شما به هر کلمه یه دونه دی اضافه کنید خود به خود میشید آذری. دوربین دی، اکبر دی، آتش دی، آتشین خانوم دی، یه دی اضافه کنید تماشاچی دی، صندله دی. ببین من دیروز یه جایی بودم، یادم نیست کجا بودم ولی یه یارویی بود، یادم نیست کی بود، ولی داشت یه چیزی به من میگفت که یادم نیست چی میگفت، ولی میگفت که من همین چیزی که به من میگفت داشت به یکی که همون حالت منو داشت گفته بود. بعد میگفت اون یارو مثل که این چیزی که یادم نیست چی گفته بود مثل که بهش جواب داد. در کل من اینو فهمیدم که میگفت قصه نخور، حله. به درد کسی خوردی، به درد نخور، به دردش بخوری، به درد نخوری. 25 تا موقعیت پنالتی داشتیم هیچ کدومو نگرفتن. با افتخار میگم یه لباس ایرانی ترم، البته این لباس ایرانی نیست. نمیذارم برید، شام پختم گوشت و نخود میخورید میرید. گفتیم باشه. منم یه شلواری عضو میخوام، تنگ پوشیده بودم، معذب بودم. به زنم گفتم که به مادرت بگو یه زیر شلواری چیزی برای من بیار. بله. خب مادرش هم توی خونه گشته بود، همه قد بلند، زیر شلواری اندازه من نبود. آخرش رفت شورتی پدر خانمم آورد. بی وفایی دل من از غصه داغون شده تا کنون